آخرین هفته معرکه انتخابات پرزیدنتی امریکا شبیه بحث دادگاهی شده است. حالا بهتر از 4 سال پیش زندگی دارید؟ منظور دونالد ترامپ 4 سال دوره پرزیدنتی جو بایدن است. دونالد ترامپ به طرفدارانش در نیویورک گفت که وضع اقتصاد را بهتر کرده با مهاجرت غیر قانونی مبارزه خواهد برد. کامالا هاریس زندگی میانه حالان را خراب کرد. پس از سالها ساختن دولت به بیگانه ها، حفظ مرز و سرزمین کشورهای دیگر، در نهایت ما به ساختن و حفظ دولت خود آغاز میکنیم. یکم فکری امریکا را میکنیم. میدانی که 20,000 جای داشت پر بود. داشتن فردی نمونه عبرت خوب است، اما به فکرم ماموریت ترامپ کار خوب خواهند کرد. واقعا میبینم که ترامپ زندگی ما را خوب خواهد کرد. کامالا هاریس مکان ملاقات سرنوشت ساز را با طرفدارانش در واشنگتن نزد قصر سفید انتخاب کرد که جای پرزیدنت آینده است. در امریکا زمان رهبری نسل نو رسیده است. هاریس موقع خود را به آینده امریکا گفت و ترامپ را تنقید کرد. وقتی آن است که صحیفه فاجعه و جنجال را ببندیم. من اولین نفری خواهم بود که محدودیت برای بالاروی نرخ را میبردارم. نمیگذارم انسولین گران شود و نرخ دارو را طوری میکنم که همه خریده تواند. میخواهم در زندگیم اولین زن پرزیدنت رو ببینم. او به زنها اختیار میدهد که اسقاط حمل کنند یا نه. باور دارم که او بیشتر از حق زنها حمایت خواهد کرد. معرکه تبلیغ 2 نامزد اساسی برای کرسی پرزیدنتی در امریکا به پایان خود نزدیک می شود. طرفداران هر 2 نامزد در اضطراب و هیجان هستند. تا هفته دیگر کسی نخواهد دانست که کی پرزیدنت آینده امریکا خواهد شد.